افغانستان، مشکلات افغانستان از های ژئوپلیتیک چی تعریف میکنید؟ قومی، سیاسی، زبانی، فرهنگی، مذهبی، دینی، چیه بالاخره؟ ببینید ما یک کشوری هستیم در یک منطقه خاص از جهان به نام، البته افغانستان وقتی میگیم از منظر روس ها ما جزئی از آسیای میانه هستیم، از منظر آمریکایی ها و انگلیسی ها و غربی ها جزئی از جنوب آسیا هستیم، از منظر ایرانی ها جزئی از غرب آسیا هستیم و از منظر چینی ها جزئی از شرق آسیا. یک ویژگی خاصی برای افغانستان در واقع ترسیم شده و این ویژگی تاثیر گذاشته روی امنیت ما، روی سیاست ما، روی اقتصاد ما، روی بی‌ثباتی ما. ولی به صورت مشخصتری میخوایم بگم که پس ویژگی های فرهنگی ما، سیاسی ما، اقتصادی ما، امنیتی ما متأثر از این مناطق ماست، متأثر از ویژگی هایی است که در هر منطقه‌ای که ما با او پیوند داریم هست. بنابراین ما در مناطق اطراف ما عمدتاً بی‌ثباتی و کشمکش و رقابت هست بین پاکستان و در واقع هند در جنوب آسیا، بین ایران و عربستان و کشورهای عربی در غرب آسیا، بین در واقع روسیه و چین در آسیای میانه به یک شکلی. و به خاطر محیط منطقه‌ای بی‌ثبات ما باعث شده که بی‌ثباتی‌ها به افغانستان هم سرایت بکنه. چرا؟ چون ما در داخل افغانستان باز نتونستیم که یا ظرفیت در واقع از اینکه حکومت‌ها بتونن مسائل داخلی رو مدیریت بکنن، آسیب پذیریشان از بی‌ثباتی‌های امنیتی زیادتر میشه. مثلا برعکس کشورهای دیگه هم یعنی بی‌ثباتی میتونه اونها سرایت بکنه، اما در داخل چون ساختارشان به نسبت مناسبتر یا محکمتر است، آسیب پذیریشان کمتر است. اما اینکه چرا در داخل افغانستان بی‌ثباتی بیشتر شده، گفتیم یکیش برمیگرده که ما از 3 منطقه یا 4 منطقه آسیب پذیری داریم، یعنی در میانه مناطق قرار گرفتیم و به خاطر پویش‌های امنیتی مناطق مستقیما روی افغانستان اثر میذاره. دومی هستش که ما همزمان با منطقه مشکلاتی رو داشتیم به لحاظ زیرساخت‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و فرهنگ سیاسی که این مشکلات در منطقه در یک قرن گذشته تا یک حدی رفع و رجوع شد، در افغانستان به دلایلی که در شما توضیح میدم رفع و رجوع نشد. مثلا ما یک بحرانی داریم، یک گسل داریم به نام سنت و تجدد، یعنی همون نیروهای سنتی و نیروهای نوگرا یا متجدد. این همزمان در ایران، در عراق، در افغانستان، در ترکیه شروع شده بود. مثلا در ایران کسی مثل رضاخانی برنامه رو پیش برد یک مقداری در مورد نوسازی و نگرایی، در ترکیه کسایی مثل آتاتورک رو پیش برد، در عراق کسی بود به نام نوری سعید رو پیش برد، در افغانستان امان الله خانی رو شروع کرد به یک شکلی. و مدل نامی بود که مثلا ایران بر مبنای هویت شیعی و فارسیسم، در ترکیه بر اساس هویت ترکیز، در افغانستان بر اساس هویت پشتونیسم و در واقع در عراق بر اساس همون کش شخصیتی که از بحث گذاشته بود بعدها. یعنی یک مدل های نیمه ناقص در مورد هویت سازی، ملت سازی که ناقص بودن اما حرکت کارآمدن بودن، پیش میرفتن به خاطر که پشتوانهشان منابع نفتی بود، گازی بود، منابع در واقع فسیلی پیدا شد در عراق و در ایران. در ترکیه هم موقعیت جغرافیایی که داشتن بین اروپا و آسیا کمک کرد که اونا در زمینه توریسم، در زمینه در واقع مسائل صنعتی سرمایه‌گذاری بکنن. در افغانستان هم مشکلی بود که ما نه منابع ما در واقع سهل الوصول بود، مثلا منابع نفتی و گازی، و نه ای که سیاستی که امان الله خان و بعد او در دوره ظاهر خان، داوود خان پیش برده میشد. در هفت ثور یک گسستی به وجود آمد که هفت ثور بعد از اون ما شاهد یک ویژگی جدیدی در افغانستان شدیم که به نسبت منطقه متفاوت بود، او یعنی تبدیل شدن گروه‌های قومی به بازیگران سیاست در عرصه ملی. دوران جهاد بعد از در هفت ثور و آمدن روس‌ها در افغانستان باعث شد که گروه‌های قومی توانایی سیاسی پیدا کنند. در قالب احزابی که جور کردن، جریان‌هایی که جور کردن، تنظیم‌هایی که جور شد، اینها بازیگران عمده سیاست در افغانستان شدند. خب این بازیگران عمده سیاست بعد از خروج یعنی شوروی از افغانستان و پایان در واقع جنگ سرد، فیلتر برای من که میمونه فیلتر نمونن، بعد از پایان جنگ سرد باعث شد که درگیری‌های داخلی در افغانستان که همون جنگ‌های داخلی میگن به وقوع پیوست و سر از اینکه گروه‌های قومی هر کدام می‌خواستن جایگاه خود در عرصه سیاست تثبیت کنن. این نکته بسیار مهم است که بعضی وقتا بعضیا میگن جنگ قدرت، اما جنگ قدرت نبود. یعنی که جنگ آقای مزاری یا آقای مسعود یا آقای گلبدین یا آقای دوستم، اینا جنگ بر سر قدرت شخصی نبوده که شما امروز میگید که همه بعضی از اساتید دانشگاه میگن، ولی به غلط میگن که اینا رهبرا با هم جنگیدن، افغانستان خراب شد. نه، جنگ بر سر در واقع مشخص کردن حق گروه‌های قومی در آینده سیاسی کشور بود، چون قبل از اون فرمولی نداشتیم.
مثلا ما قبل از او فرمول داشتیم که نظام پادشاهی بود یا نظام مثلا ایدئولوژی که خلق و پرچم بود، ولی مثلا برای نظام قومی ما فرمولی نداشتیم، در منطقه هم نداشتیم، در افغانستان هم نداشتیم. ولی لازمش چی بود؟ لازمش یک تفاهم بود. وقتی تفاهم به وجود نمیاد جنگ میشه و این طبیعت در واقع در هر کشوری هستش. مثل که در لبنان جنگ میشه، مثل که در عراق جنگ میشه، مثل که در سوریه جنگ میشه بین گروه های قومی، کردها و مثلا دروزی ها و علوی ها و اهل سنت. بنابراین جنگ در افغانستان هم اون زمان فضایش به وجود آمد بعد از در واقع که اینا جهاد کردیم علیه روس ها. این فضایش به وجود آمد و این رقابت بین گروه های قومی باعث شد که او جنگ ها به وقوع بپیونده. و مو خاطر هم است که امروز مثلا برای هزاره ها مزاری یک اسطوره است، به خاطری که برای حق قومی هزاره جنگید. مسعود یک اسطوره است برای تاجیک‌ها، برای که حق قومی تاجیک‌ها جنگید. یا گلبدین یا ملا عمر برای پشتون‌ها، به خاطری که برای حق قومی پشتون‌ها جنگید. یا دوستون برای ازبک‌ها. این رو اشتباه نگیریم. اگر این رو از این منظر نگاه بکنید بفهمید که ما نیاز نداریم که حقانیت مزاری رو در مقابل مسعود ثابت بکنیم یا حقانیت مسعود در قبال گلبدین یا برعکس، بلکه اونا همه بازیگران در واقع قومی بودن که می‌خواستن حق قومی خود را تثبیت کنن. یعنی امروز آقای رحیمی بخشن داخل، یعنی شما میگین امروز اگر کسی به نام اولاد ملا عمر یا آقای هیبت الله استاد میشه به خاطر گروه قومی خود مبارزه میکنه و این کارش بر حق است؟ بله، یعنی این نکته بسیار چالش برانگیزه برای شما. بله همون گونه که هزارها برای حق قومی خود می